دوستان بعد از اینکه ما طلا روی فویل‌های مسی نشوندیم، میایم برای حذف مس و جداسازی فویل‌های طلا و خاک طلا از مس از محلول عیارساز، پودر عیارساز استفاده میکنیم. به محلولمون اضافه میکنیم، میذاریم که مس رو داخل آب مقطر حل کنه و فقط فویل‌های طلا و خاک طلا باقی مونده توی این مرحله استحصال بشه. و شما یه پسابی هم دارید از الکترولیز، یه پسابی هم شما دارید که این پساب مذکور رو میذارید روی حرارت، بهش پودر احیاگر فرموله کیمیاگر اضافه میکنید که اگر طلایی تو اون وجود داشته باشه واکنش میده و رنگ محلولتون تیره و سیاه رنگ میشه. اگر وجود نداشته باشه رنگ محلول تغییر نمیکنه و شما کل طلاتون رو استحصال کردید. حالا شاید یه بخش کوچکی مونده باشه، به خاطر همین ما همیشه تست رو انجام میدیم که اگر چیزی مونده باشه داخل محلولمون اون رو هم کمترین و ناچیزترین چیزها رو بگیریم. خب الان میرم روی اون یکی شعله، اونم بهتون نشون میدم تا فویل های این آزاد بشه. خب دوستان، این هم پساب الکترولیز هستش که من از پودر احیاگر طلای کیمیاگر استفاده میکنم. میذاریم جوش بیاد، بعد از اینکه داغ شد و جوش اومد بهش پودر رو اضافه میکنیم تا واکنش محلول رو ببینیم. اگه محلول رنگش تیره شد و به سمت سیاه رفت، یعنی تو مرحله الکترولیز یه بخشی از طلا هنوز مونده که ما اون رو استحصال نکردیم. ولی خب هر چقدر رنگ محلول دیرتر تیره بشه یا اصلا رنگ عوض نکنه، نشون دهنده اینه که ما طلایی توی این محلول دیگه نداریم. ولی اگر چیز اندکی هم مونده باشه باز با این روش کامل استحصال میشه و دیگه چیزی نمیمونه. حالا تا این هم محلول یه چند دقیقه بمونه و رنگ عوض کنه مشخص میشه. خب همونطور که مشاهده میکنیم رنگ محلول زیاد تیره و قهوه‌ای سوخته نشد. حالا ما اینو میذاریم بمونه. خاک طلا، فویل های آزاد شده بعد از روش الکترولیز و عیارساز کیمیاگر.